سلام دوستان، با کانال نکاتوب خوش آمدید. امروز با 5 ویدیوی جالب و دیدنی دیگر با شما هستیم. لایک موندن و آبونه شدن را فراموش نکنید. ویدیوی امروزه ما میتواند رمانتیکی، هیجانی، ترسناک، حیرت آور و غیر انتظار باشد. از زنی که از سقف مغازه میافتد تا سنجابی که با مار میجنگد. شما از دیدن این صحنه ها حتما حیرت زده خواهید شد. فیلم های ترسناکی که در زندگی روزمره تجربه شدند. дар вақти коронавирус бояд чикор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Nekatop дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. سال 2000 ویدیوی پخش شد که در آن مرد در شب تاریک از خانه‌اش میبراید و در راه با موجود غیر انتظار روبرو می شود. در روشنی چراغ ماشین نمایان است که از پیش ماشین یک موجود به شکل انسان میبراید. شاید زن تنها باشد که با لباس سفید در کنار خیابان ایستاده است و گرد آن را یک تاریکی سایه مانند فرا گرفته است. راننده وقتی پیشتر میرود میترسد. او خیال میکند که این موجود به انسان شباهت دارد اما آدم نیست. او کوشش میکند که برگردد. وقتی مرد به عقب میگردد، آن موجود رویش را به طرف ماشین گردانده حرکت میکند. اما این مرد از ترس با سرعت ماشین را به عقب میراند. کم کم آن زن از نظر پنهان میشود و کی بودن و چی بودنش نامعلوم میماند. وقتی ویدیو را در اینترنت پهن کردند، بیشتری آدمان کامنت کردند که شاید آدمی فضایی باشد و یا یگان جن یا اجینه. اما تا حال کسی نمیداند که آن موجود چی بود، در نیم شب در آنجا چی کار میکرد. دزدی در سوپرمارکت. معمولا دوستها کوشش میکنند که پس از دزدی کردن از جای حادثه گریزند و به دست میلیسیا نیفتند. این همان اتفاقی است که 15 ایون سال 2018 در یکی از سوپرمارکت ها به اتفاق افتاد. این زن پس از آن که دید که در قپ میلیسیا افتاده است، کوشش کرد که با بالای سقف سوپرمارکت براید، اما بختش بلندی نکرد و سقف وزن او را نبرداشت و آمده به زمین زد. این زن و شوهر به این سوپرمارکت رفتند تا خرید کنند، اما رفتار آنها طوری بود که فروشنده فهمید که اینجا چی گپی هست. وقتی آنها خرید را به انجام رسانده به نزد فروشنده رفتند تا پول را پرداخت کنند، فروشنده پیخست کرد که کارت کردیتی آنها از خودشان نیست و دزدی است. فروشنده آهسته‌ک تکمه‌ای که میلیسیا را دعوت میکرد را پخش کرد و میلیسیا که در آن نزدیکی بود زود به آنجا رسید. وقتی میلیسیا آمد و آنها را داشت، شوهر زن کوشش کرد که میلیسیا را تله داده از در گریزد، اما او را داشتند. زن باشد گریخته به انبار مغازه رفت و کوشش کرد که به بالای سقف براید، اما متاسفانه تخته های سقف وزن او را نبرداشتند و او آمده به زمین زد. پس از افتیدن از بالای سقف دید که راهی فرار دیگری ندارد و خود را به میلیسیا سپرد. این زن و شوهر با جرم دزدی از سوپرمارکت، فرار از دست میلیسیا، به احترامی و در افتادن با میلیسیا و دزدی کارت کردیتی شخصی و هر دو با $5000 جریمه شدند. رفتار دلسوزانه یک حیوان وحشی. ویدیویی در اینترنت پخش شده بود که در آن پلنگ گوساله یک گاو وحشی را شکار میکند، اما با سبب نامعلوم نمیخواهد که آن گوساله را خورد. وقتی تغییرات باد و هوایی رخ میدهد، بیشتر حیوانات از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت میکنند و در روند مهاجرتی آنها چنین حادثه ها بیشتر روی میدهند. در وقت مهاجرت، بچه های این حیوان ها که به آهستگی حرکت میکنند، مشکل اساسی را پیش می آورند و بیشتر آنها شکار حیوانات وحشی می شوند. بیشتر حیوانات در فصل مهاجرت بچه‌دار می شوند و حیوانات وحشی هم هنگام مهاجرت در کمین می نشینند تا بچه های آنها را شکار کنند. به همین خاطر امنیت آنها همیشه در خطر است. بهترین شکار برای این حیوانات وحشی حیوانات باردار هستند که به آهستگی حرکت میکنند و یا آنکه بچه‌های نوتولد شده آنها که میتوانند آنها را به راحتی از رمه جدا کرده شکار کنند. این صحنه را یک فیلمبردار ثبت کرده است. ماده شیر گوساله را از رمه جدا کرده از مادرش دور میکند و باید او را دریده خورد، اما پس از شکار کردن لحظه فکر میکند که نباید او را خورم.
چون که گوساله از مادرش جدا شده است و از رفتار شیر فهمیدن ممکن است که میخواهد که رفتاری مادرانه با گوساله داشته باشد. او گوساله را میلیسد و در کنارش میخوابد تا او گرم شود، یا با رفتارهای عجیبش میخواهد گوساله را تحریک کند تا او حرکت کند و به سمت رمه‌اشان رود. عجیبش این است که شیر او را ترک نمیکند تا مبادا حیوانات وحشی به او حمله برند. تا لحظه ای که مادرش به نزدش بیاید و او را گرفته برد، شیر از او مواظبت میکند. پس از دیدن ویدیو بیشتر تماشاگران حیرت کردند که شیر چرا گوساله را نخورده است. شاید حس کودک دوستی در وجود شیر هست که دلش نشده است که گوساله را ضرر رساند. شما چه فکر دارید؟ سببش در چی باشد؟ مرد عنکبوتی یا چلاویک-پاوک حقیقی یک شخصیت ابرقهرمان و خیالی در فیلم‌های دوره‌های کودکی ما. مرد عنکبوتی شخصیت دوست داشته کودکان و کلانسالان بوده، با رفتارها و حرکت‌های عجیبش توجه همه را به خود جلب می‌کند. او از دیوارها بالا برآمده به جایهای دست نیافتنی و باور نکردنی قدم می‌گذارد و مردم یاری می‌دهد. سال 2017 یک عضو اینستاگرام ویدیویی را پهن کرد که در آن یک ورزشکار مثل آدم عنکبوتی از دیوار بالا می‌براید. این شخص به استفاده بری از یگان اسباب یاری دهنده در بین دو دیواری که به هم نزدیک هستند به بالا می‌براید. اول به دیوار اول، به دیوار دوم، گشته به دیوار اول و باز به دیوار دوم و به همین واسطه تمام دیوار را بالا می‌براید. هرچند بار اول تلاش او نتیجه نمی‌دهد، اما بار دوم می‌تواند که تا آخری دیوار بالا برآمده سپس ویدیوی خود را در اینستاگرام نشر کند. مردم با دیدن این صحنه حیران شده بودند. آنها فکر می‌کردند که شخص به یگان وسیله یاری دهنده چخیل توانسته است که از این دیواری راست بالا برآید. آیا شما این صحنه را دیده بودید یگان بار؟ شما چه فکر می‌کنید؟ آیا این ممکن است؟ سنجاب در برابر مار. سال 2017 ویدیویی نشر شد که در آن سنجابه با مار درگیر می شود. جالبش آن است که سنجاب در برابر مار از دندانهایش استفاده می برد، یعنی مار را می گزد و پس از تلاش های زیاد در آخر او برد می کند. وقتی ویدیو را می بینیم که سنجاب بارها و بارها با مار حمله می کند. او گاه مار را می گزد و گاه از نقطه های حساس مار می گیرد که مار دیگر حرکت کردن نمی تواند. سبب حمله کردن سنجاب با مار چیست؟ این مارها چوجه های سنجاب را میخورند و این سنجاب در برابر مار از چوجه هایش حمایت میکند. جالبش آن است که در بدن سنجاب ماده‌ای حاصل می شود که زهر مار با او کار نمی کند، یعنی پس از نیش زدن مار سنجاب نمی میرد. هرچند خوراک سنجاب ها سبزوات و گل ها هستند، لیک آنها در مواقع لازمه می توانند که مارها، کرتکلاس‌ها و حتی خزنده های کوچک را نیز بخورند. در تصویری که از باغ وحشی تگزاس نشر شد، سنجاب مار را میکشد و آهسته آهسته آن را به تمام میخورد. این به آن معنی است که ما نباید سنجاب ها را با نگاهی کم نظر کنیم. آنها می توانند در برابر همه موجودات ایستادگی کنند تا از فرزندان خود حمایت کنند. خب دوستان، کدام موردی نقل کرده ما به شما پسند آمد؟ فکر خود را در کامنتاری نویسید. آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. خیر تا ویدیوهای بعدی.